نه خب بچه جنگ نیستیم، بدماشی نمیکنیم. خب اگر بدماشی کنیم سر خود کس سر نمیمانیم. به بدر چی چای پراتا قایماق شوله چیز برگر کروی تخم چی هوا چی فضا چی نالا چی طبیعت چی مشهد و پروانه میزبید. قلمکایش هم لب جپی خودش هم اما تو توجه ما برشان خورد آمدیم کمرایشان صحبتای داشته باشیم. دوستا شما ما را کماندو خب باز اما تو ورزشکار گپا می باشه همه یگان چیز بدر بیخی بیغم باشیم، جان شرط است. کماندو بله بشک کماندو هم هستی یا تن اما تو نامت بیننده عزیز نازنین امیجا یک اموطن ماست ماشاءالله بسیار یک جوان تایت اما تو قلمکایش هم لب جپی خودش هم اما تو توجه ما برشان خورد آمدیم کمرایشان صحبتای داشته باشیم. دوستا شما ما را همراهی کنید. سلام علیکم برادر گل. بسی بدر خوب بخیر هستی ان شاء الله جان جور است؟ شکر بخیر سلامت باشی بدر. الهی شکر که خوب هستی. خودت یک معرفی کن. سال محمد مشهور به کماندو دیگه. کماندو؟ بله بشک کماندو هم هستی یا تن همه تو نامت است؟ نه کماندو است، کماندو را مشتری ها مانه و خاطر کماندو هستیم و خود مشتری ها انتخاب کرده خوش کرده. خوب چقدر وقت میشه که می لقب کماندو را داری خودت؟ یک نیم سال شد. کماندو خب باز اما تو ورزشکار گپا می باشه همه چیز بدر بیخی بیغم باشیم، جان شرط است. پراته ساده 20 روپه است، تخمدارش 40 روپه. تخم ساده میچسبونیم، یک تخم ترکیب دارم پیکزا واری هر دیش 40 روپه میشه. چای از 20 روپه، قایماق از 60 روپه. نخود چولی لاوری میگن اون که یک تنون 60 روپه. ماشاءالله دوباره یک اکشن یگان چیز میشه دیگه او به یک حساب از ما بدماشی نمیکنیم، بچه جنگ نیستیم. ما به خاطر که یک ذره زودتر میبریم برادر میبریم پرسیم تایید هستیم، به اون خاطر کماندو مردم میگن. نگفتی حال خود دوران نمانده دیگه، دوران بدماشی هم نمانده خلاص شد رفت. نه خب بچه جنگ نیستیم، بدماشی نمیکنیم. خب باز اگر بدماشی کنیم سر خود کس سر نمیمانیم. بشک ماشاءالله بسیار خوب. کماندو جان عزیز نازنین معرفی کو برای ما، همی دکانتان همی کاربارتان بگو برای ما. دکان ما دیگه صبحانه شایسته است، به نماز میخونیم شروع میشه تا 10 بجه شب در خدمت مشتریان هستن. شیر چای است، پراته است، قایماق است، شوله است، کروی تخم است، چسب است، برگر است. همه چیز در خدمت مردم است برات جان. بسیار خوب باز تو صدا میزنی یا بله نه دیگه فعلا اولا صدا میزدیم، باز حال دوستا و مردم ها بلد شده تکسیوانا بخار میشنه یک میلیون صدا میگن آردر میتوست خلاص. والا امی صدا زدن یک رقم خوش میخوره سر آدم، باز بخصوص از زبان کماندو جان. برو برای ما به بیننده یک صدا بزن. چه قسم صدا میزنی؟ به بدر چی چای پراتا قایماق شوله چیز برگر کروی تخم چی هوا چی فضا چی نالا چی طبیعت چی مشهد و پروانه میزبید بیا. بشک نفر پیشنهاد خودش دویده الهی والا بیتا. بشک خدا. کماندو جان پراتا شیر چند میشه؟ پراته ساده 20 روپه است، تخمدارش 40 روپه. تخم ساده میچسبونیم، یک تخم ترکیب دارم پیکزا واری هر دیش 40 روپه میشه. چای از 20 روپه، قایماق از 60 روپه. نخود چولی لاوری میگن اون که یک تنون 60 روپه. خوب بله. به خاطر چاشتم به مردم بعضی چیزا آماده میکنه. بله چوده است، کروی تخم است به مردم است، سوبکی هم است، چاشتم است، کروی تخم است، چوله است، چسب از برگر است، مرغ سیجی است، چیزا است. بسیار خوب. کماندوی عزیز نازنین و بیننده اگر کدام پیام داشته باشی؟ کدام پیام خاص نداریم، میخوایم صبحانه شایی در خدمتشون هست. همین صبح تا دیگر دیگه ما در خدمت دوستا هستیم، ما را خدمت تشریف بیاورم. بسیار تشکر. بخیر باشی، بخیر سلامت باشی. خیلی تشکر. بخیر باشی. تشکر زیاد. سلامت باشی. بیننده عزیز نازنین، شما شاهد صحبت‌های کماندوی عزیز نازنین بوده. دوستای گلم به خاطر حمایت از ما چینل یوتیوب افغان نما را سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما را لایک کنید. کامنت هایتان فراموش نشه.